موهاش رو شونه کرد و با یه دست بافتشون کرد، طوری که همشون رو سمت بالا جمع کرده بود. پیشونیش بلند و زیبا بود، ولی یه حس خاصی توی صورتش بود که انگار میخواست بگه هنوز خودم رو پیدا نکردم. پیراهن قرمز ابریشمی بلندش رو مرتب کرد. روش یه قلب سنگکاری شده داشت که خیلی چشمگیر بود. خونش خیلی بزرگ بود و سالن‌های مختلفی داشت که همشون به هم وصل بودن. هر وقتی وارد یه اتاق میشد، یه چیز خاصی توجهش رو جلب میکرد. توی یکی از سالن‌ها تابلوهای بزرگ رامبراند، پیکاسو و یه منظره از دریا به دیوار آویزون بود. وقتی وارد اتاق دیگه ای شد، یه گلدون بزرگ کنار در بود. روبروش یه تابلو بود که یه دختر بچه با صورت گود افتاده رو نشون میداد. چشماش به یه نقطه دور خیره شده بود، انگار دنبال چیزی میگشت. این تابلو رو یه دختر جوان کشیده بود که تابلوهاش تازه تو نمایشگاه دیده میشد. اتاق بعدی خیلی بزرگتر بود. وسط اتاق یه میز تحریر بزرگ بود. روی میز 2 گلدون کوچیک پر از گل، یه بسته برگ کاغذ، یه خودنویس و 2 پرونده دیده میشد. 2 قاب عکس هم به دیوار آویزون بود و یه پیانوی بزرگم چند متر اونورتر خودنمایی میکرد. دخترک آروم وارد اتاق شد و پشت پیانو نشست. با انگشتا شروع کرد به نواختن یه قطعه طولانی و جذاب. وقتی قطعه تموم شد، صدای دست زدن از اطراف شنیده میشد. صدای یه نفر توی ذهنش پیچید. عالی بود، آفرین. لبخند زد و شروع کرد به نواختن قطعه دیگه. دختر توی سالن نمایش یه شال سفید روی سرش بود، پیراهن سبز روشن و مانتوی مشکی. یه نگاهی به بازیگرا انداخت و وقتی نمایش تموم شد، همه بیننده ها شروع به دست زدن کردن. یکی از بازیگرا با صدای بلند آخرین جمله نمایش رو تکرار کرد: آرزو میکنم شما همسرم باشید. این بازیگر مهران یوسفی بود، مردی با چشمای عسلی و صورت کشیده که خیلی جذاب به نظر می رسید. ساناز که دختر کوتاه قد با چشمای مشکی درشت و گونه‌های گود افتاده بود، توی سالن بود. مهران با لبخند رو به ساناز گفت: آفرین. پیانو زدن رو از کجا یاد گرفتی؟ ساناز جواب داد: خودم یاد گرفتم. مهران با تعجب پرسید: مگه میشه؟ چقدر پول دادی برای آموزش؟ ساناز یه لبخند ملیح زد و گفت: بدون پول، فقط با نگاه کردن به دخترای نوازنده توی سالن موسیقی. اینجوری یاد گرفتم. مهران دست زد و گفت: آفرین، آخرین قطعه رو برام بنواز. ساناز با انگشتای ظریفش شروع کرد به نواختن آخرین قطعه. نوتا با شور و احساس خاصی زده میشد. مهران عاشقانه به اون نگاه میکرد و از کیفش دفتر نوتش رو در آورد و به ساناز داد. این خیلی با ارزش نیست، ولی تقدیم به شما. ساناز دفتر نوتو گرفت و بازش کرد. داخلش آهنگایی بود که هنوز نمیتونست درست بنوازه. دفتر رو گذاشت تو کیفش و از سالن بیرون رفت. وقتی رسید خونه، وارد اتاقی شد که همیشه قفل بود. با کلید در رو باز کرد و وارد شد. دوباره در رو قفل کرد و رفت سمت صندوقچه‌ای که توی اون اتاق بود. دفتر نوت رو توی صندوقچه پنهان کرد و یه چیزی ازش بیرون کشید. آروم آروم اشک ریخت. اینکه 23 سال از عمرش گذشته بود، ولی هنوز هیچ کسی رو پیدا نکرده بود که بتونه قلبش رو تسخیر کنه. مهران که 25 سالش بود، هنوز توی فکر دختره بود. توی خیابون قدم میزد و به دخترکی فکر میکرد که موسیقی متن نمایش رو مینواخت. انگار آرزوهاش رو توی اون دختر میدید. صدای سینا دوستش بلند شد. سینا دوست مهران یهویی گفت: هی، کجایی؟ مهران جواب داد: پیش تو، همینجا. مهران که به صورت سینا نگاه میکرد پرسید: تا حالا عاشق شدی؟ سینا یه لحظه نگاش کرد و بعد گفت: راستی اسم این دختره که پیانو میزد چی بود؟ مهران با تعجب جواب داد: به تو چه؟ سینا گفت: یعنی چی؟ خب اسم دختره چی بود؟ چرا اینقدر متعصبانه رفتار میکنی؟ عاشق شدی؟ مهران با عصبانیت گفت: حرف نزن، سوار شو. بعد پاشو گذاشت روی گاز و با سرعت رانندگی کرد. سینا که هنوز سوالاتش رو نپرسیده بود، دوباره گفت: دست بردار مهران.
اون هنوز جوابی نداده. تازه خواستگاریش هم نرفته که بخواد جواب بده. مهران با عصبانیت ترمز کرد و گفت ساکت میشی یا ساکتت کنم؟ توی خونه ساناز روی تخت دراز کشیده بود و به عکسی نگاه میکرد که قبلا از کشو بیرون آورده بود. همون اتاقی که همیشه قفل بود. موهاشو باز کرده بود و ریخته بود دور گردنش. یادش رفته بود مثل صبح شونه‌شون کنه. اشکاش از چشماش سرازیر شده بود. قلبش پیش مهران بود و فکر میکرد که آیا ممکنه مهران روزی دستش رو بگیره؟ چشماش رو برای چند ثانیه بست. هیچ صدایی نمیشنید یا شاید نمیخواست بشنوه. موهاشو مرتب کرد و عکسو محکم فشار داد به لبش و بوسیدش. توی سکوت سنگین اتاق بلند گفت خدایا کاش مهران اینجا بود. بلند شد و از کمدش لباس عروسی رو بیرون کشید. برای چند لحظه خودش رو توی لباس عروسی تصور کرد. روبروی مهران با همون آرایش. خودش رو توی آینه قدی اتاقش دید. دستش رو روی صورتش گذاشت و آرایشش رو پاک کرد. آرایش ملایم به راحتی پاک شد. مهران نبود که اون رو با اون آرایش ببینه. ولی صدای مهران توی گوشش میپیچید که میگفت آرزو دارم شما همسرم باشید. یاد روزی افتاد که مهران ازش خواسته بود آخرین قطعه موسیقی نمایش رو براش بزنه. وقتی نوت‌ها تموم شد، آخرین نوت‌ها عاشقانه ترین جمله مهران رو بهش نشون میداد. دختر شیرفروش هم به مهران ابراز عشق کرده بود و گفته بود که نمیذاره عشقشون ناکام بمونه. توی پرده آخر نمایش مهران و نادیا کنار رودخونه قدم میزدن. نادیا لباس عروس پوشیده بود و با صدای بلند میگفت عالی جناب، تصور نمی کردم وارد قصر شما بشم. لحظه ای بعد وارد قصر میشن و نادیا روی تخت میشینه و به عنوان ملکه معرفی میشه. همه دست میزنن و نمایش تموم میشه. با به یاد آوردن این صحنه ها اشک ساناز بلند شد. این سوال توی ذهنش اومد مهران چرا ازش خواسته بود آخرین قطعه رو بزنه؟ یعنی عاشقشه؟ صدای مهران دوباره توی گوشش پیچید. آرزو دارم شما همسرم باشید. دفتر نوتی که مهران بهش داده بود یادش اومد. دفتر نوتی که مهران بهش داده بود و برداشت و شروع کرد به نواختن. از اول تا آخر نوت‌ها رو با شور نواخت. وقتی به آخرین نوت‌ها رسید شور و حرارت خاصی توی صدای پیانو بود. یهو صدای در اومد. وقتی در رو باز کرد مهران رو دید که با تعجب ایستاده بود روبروش. ساناز ازش پرسید چیزی جا گذاشتی؟ مهران گفت نه. ساناز بهش گفت پس اینجا چی میخوای؟ مهران گفت اومدم تو رو ببینم ساناز. ساناز گفت بله. ساناز توی دلش پرسید چرا این منو به اسم کوچیک صدا کرد؟ مهران گفت میشه برام پیانو بزنی؟ ساناز گفت این کارا برای تالار نمایشه. مهران دوباره با صدای بلند گفت میخوامش ساناز. ساناز گفت منو ساناز صدا نکن. صدای مهران لرزون شده بود که گفت خانم ساناز لطفاً اجازه بدید بیام داخل. ساناز با بیرحمی گفت میتونی فردا تو سالن نمایش چنین چیزی بگی. اینجا جاش نیست. همه جا رو سکوت گرفت. در و بس و دوباره توی افکارش غرق شد. شب داشت میگذشت و ساناز تنها توی اتاق خودش بود. دوباره آرایش کرد و این بار موهاش رو شونه زد و به شکلی جذاب پشت سرش جمع کرد. زیباتر از همیشه. به این باور بود که ممکنه باز مهران در رو بزنه. اشک تموم صورت ساناز رو پوشوند. روز بعد توی تالار نمایش شال سفیدش رو مرتب کرد و روی موهاش انداخت. مانتوی قرمزش رو پوشید و کفشایی که هم رنگ شالش بود و به پا کرد. به شالش چند تا گل سرخ چسبوند و یکی هم روی مانتوش زد. وقتی راه میرفت انگار قشنگتر از همیشه شده بود. وقتی وارد تالار شد و پشت پیانو نشست تنها چیزی که توی ذهنش بود دیدن مهران بود. با ورود مهران به تالار انگشتای ساناز پیانو رو لمس کرد. یه دختر وارد تالار شد که متنی دستش بود و آهسته شروع کرد به خوندن. مهران با لبخند گفت خانم لطفاً متن رو کنار بذارید. باید حفظش کنید. دختر که اسمش ژاله بود شالش رو مرتب کرد. آرایشش رو بیشتر از قبل کرد و گفت بله آقا چشم. دختر متن رو کنار گذاشت و رفت روی صحنه. نمایش شروع شد. دختر مشغول فروختن گل بود.
ولی هیچ کس گلاش رو نمیخرید. اسمش الکساندرا بود. عالی جناب از قصر بیرون رفت. توی مسیری که راه میرفت الکساندرا رو دید که گریه میکنه. ایستاد و بهش خیره شد. اسم شما چیه؟ دختر خانم. الکساندرا قربان. چند سالته؟ 19 سال. ببینم الکساندرا این اشکا برای چیه؟ من پدر ندارم. 6 سالم بود که پدرم توی سانحه رانندگی کشته شد. پلیس گفت به قتل رسید. الکساندرا اشکاش رو با دست پاک کرد. شالش رو عقب زد تا موهای بلند خرماییش رو نشون بده. مهران با لبخند گفت چه انگشتای ظریفی. الکساندرا با تعجب پرسید شما کی هستید؟ آقا. دستای ساناز همچنان روی پیانو این طرف و اون طرف میرفت. گاهی آهنگای کوتاه میزد، گاهی بلند. دفترچه نوتش رو در آورد و از روش مشغول نواختن شد. یهویی صدای مادرش توی گوشش پیچید. عشق همیشه وجود داره. زیباترین اتفاق ممکنه. اگه اومد سعی کن نگهش داری. باید بتونی هضمش کنی. موجی از خون توی سرش دوید. آروم از جاش بلند شد. حالش بد شد و افتاد.